سلام، دکتر کوروش معدلی هستم، بنیانگذار NLP و کانون NLP در ایران. سلسله برنامه‌های زندگی دلخواه خودتون رو بسازید دنبال می‌کنیم برای شما عزیزان اعضای کانال تلگرامی کانون NLP ایران. تاکید دارم که حتما توی کلاس‌های NLP شرکت کنید، چون ابزارهای مختلفی رو به صورت عملی در دسترس شما قرار میدن که توسط اونها میتونید به تمامی اهداف خودتون توی زندگی برسید. ما در دنیای امروز نیازمند این ابزارها هستیم، ابزارهایی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مرتب دارن ازش استفاده میکنن و زندگیشون هر روز داره بهتر میشه. نمیتونیم با یک تفکر قدیمی و بدون سلاح یا ابزار لازم به اهداف خودمون برسیم. خب، برنامه امروز ما برمیگرده به اینکه چطور بتونیم دیگران رو در 30 ثانیه جذب کنیم. مسئله خیلی مهمیه. شما برخورد میکنید با یه نفر، قصدتون این هست که بتونید جذبش کنید. جذب کردن به مراتب بهتر از اینه که بخواید دفعش بکنید، رابطه رو به هم بزنید. بنابراین میریم ببینیم که چطور میتونیم در کمترین زمان یک نفر رو که تمایل داریم جذب خودمون بکنیم. اینجاست که شما رو یه آدم جذاب خطاب میکنه. خب، طبق معمول در 7 قسمت این رو من برای شما بیان میکنم. شماره 1 اینه که بدونید اولین ملاقات و دیدار مهمترین بخش یک ارتباط هستن. شما در اولین دیدار هستید که میتونید، در اولین ملاقات هستش که میتونید بیشترین تأثیر رو بگذارید. پس اگر در اولین ملاقات تأثیر مثبتی گذاشتید، رابطه یک رابطه مثبت خواهد بود و برعکس اگر تاثیر شما منفی بود، دیگه اون ارتباط رو قوی کردن و خوب کردنش خیلی کار سخت و دشواری خواهد بود. شماره 2، از قبل از نظر فکری و ذهنی خودمون رو آماده کنیم برای یک ملاقات خوب. این آماده سازی نیاز هست. همینطوری بدون هیچ نوع آمادگی وارد یک ارتباط نشیم. یک استراتژی رو از قبل برای خودمون تعریف بکنیم تا بتونیم به موفقیتی که مد نظرمون هست برسیم. شماره 3، در ابتدا باید سعی کنیم که مخاطب خودمون رو همراهی بکنیم. لازم نیست که حتما هرچی که ما گفتیم اون بگه چشم. ما همراهیش میکنیم توی طرز فکرش، توی نگاهش نسبت به کارهایی که انجام میده. اگر فعالیتی انجام میده، خودمون رو علاقه‌مند نشون میدیم به اون فعالیتش تا به این ترتیب یک همراهی خوب صورت بگیره. شماره 4، گفتن یه طنز در اولین ملاقات خیلی دلنشین هست. یه طنزی رو آماده بکنید تا بتونید در یک فضای شاد و مثبت ارتباط رو برقرار بکنید. به مراتب تاثیرگذارتر هست، تاثیر مثبت بیشتری میگذاره تا بخوایم وارد یه بحث جدی بشیم. اصطلاحاً میگیم با یه طنز دیگه یخ‌ها آب میشه و میتونیم ارتباط خوبی رو با طرف مقابل برقرار بکنیم. شماره 5، ممکنه با بیان این طنز برخوردهای مختلفی بشه. مخاطب ما لذت ببره یا انتقاد بکنه. این آمادگی رو داشته باشیم که اگر هر نوع برخوردی کرد چجور پاسخ بدیم و چطور بتونیم این ملاقات و این دیدار رو به بهترین نحو مدیریت بکنیم. شماره 6، توی صحبت‌هایی که با دیگران داریم، به خصوص در اولین دیدار، همیشه نگاهمون به طرف چهره این مخاطبمون باشه. هیچ وقت سعیتون رو پایین نندازید بخواید به این صورت صحبت بکنید یا از بالا بخواید نگاه کنید. بنابراین سعی بکنید که همتراز با نگاه مخاطبتون به اون نگاه بکنید تا تأثیر مثبت‌تری رو روی مخاطب خودتون بگذارید. شماره 7، اگر اختلاف نظری داشتید با مخاطبتون، اگر احساس کردید که از نظر خیلی موارد با هم اختلاف نظر دارید، اختلاف سلیقه دارید، ابتدا بهش بگید حق با شماست و بعد حرف خودتون رو بزنید. در واقع یه همراهی کوچک رو به وجود میارید و بعد در نهایت حرف خودتون رو بیان میکنید، نظر خودتون رو بیان میکنید تا به این ترتیب دلپذیرتر بتونید عقاید خودتون رو منتقل بکنید به طرف مقابلتون. پیروز باشید.